عزیزان در ماه ربیع قرار داریم. ماه ربیع ماه سوم سال هجری قمری هست. ماه ربیع ماهی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر البشر خاتم الرسل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در این ماه به دنیا آمدند. در ماهش اختلاف نیست، در ماه ربیع بوده تولد پیامبر. در سالش اختلاف نیست که سال عام الفیل بوده. در روزش هم اختلاف نیست که روز دوشنبه بوده. اما در خود تاریخش که چندم بوده اختلافاتی مورخین ذکر کردن، از 9 و 12 و به هر حال تا 17 والله اعلم، به هر حال در همین روزها بوده. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودش در ماه ربیع هیچ گونه جشنی رو، هیچ گونه مراسمی رو، هیچ گونه برنامه‌ای رو نداشتند در زمان حیات خودش. یک مورد بعدی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم که حجت هستن برای ما دین از اونا گرفتیم، دین از صحابه گرفتیم، ما اونا واسطه بودن با پیامبر صلی الله علیه و سلم. اونا اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم که در ماه ربیع برای تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ گونه مراسمی، جشنی، برنامه‌ای رو نداشتند. یعنی سلف برنامه‌ای نداشتند. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه رو روزه میگرفتند. روز دوشنبه رو پرسیده میشد که یا رسول الله شما چرا دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیرید؟ فرمودن یوم الاثنین یوم ولدت فیه، دوشنبه روزی هست که من در آن روز متولد شدم. این ادای شکر هست. بعثت فیه، در همین روز مبعوث شدم به پیامبری. انزل علی فیه، در همین روز قرآن بر من نازل شده. این هست عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم. در کنارش وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه ربیع، بازم در دوشنبه. الان چیکار بکنیم ما؟ همون یک روز هست که هم تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم و هم وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. اول روز رو با هم جشن میگیریم، آخرش رو دیگه عزاداری میکنیم بر حسب روایت اهل سنت که میگن که هم وفاتش هم تولدش با هم هست. لذا عزیزان موردی ما نداریم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد. هر کسی چیزی رو جدید در دین ما ایجاد بکنند که از دین نباشد، دستور ما بر آن نباشد، مردود هست. هر کسی انجام بده. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. نه تنها تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم، تولد خود ما، تولد پدر، تولد مادر، تولد بچه، آنچه امروز مرسوم هست در مابین مسلمین متاسفانه یک تشابه هست با غیر مسلمین. جشن تولد پسرم هست، جشن تولد مادرم هست. شما همچین موردی رو از سلف دارید؟ همچین موردی رو شما از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم، از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا داریم؟ نداریم. لذا عزیزان اکتفا بکنیم بر اون عملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آن بودن، از خودمون بیشتر اضافه نکنیم. امیدواریم که الله متعال به ما توفیق بدن که ما متابعت و اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، نه اینکه مسائلی که ثابت نیست اونا رو انجام بدیم، اظهار محبت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بکنیم.